دوم خنثا کیست؟ خنثا دادرای عزیز کسانی که هم مردن و هم زنن، اینا را خنثا میگویند. هم ذکر دارد هم فرج دارد، اینا هستند خنثا. خنثاها زن میشوند، مرد میشوند، با خنثای مشکل میشود. اینها در قاعده ها همین است که وقتی که میبینن از کدام اعضای او در وقت پیشاب کردن اول آب میبراید، اگر از مردی او اول آب براید او را حکم مرد میکنند و اگر از جهت زنانه او آب براید اینجا را میگن که این زن است. و اگر به شرطی که از هر دی اونها یک بار آب براید اینجا میگن خنثای مشکل. خداوند این تا قدرت ها هم دارن. ولی اگر کدامش که مقصد اول از مردینگی او آب بیرون می شود، یعنی پیشابش او را حکم مرد میتیند، اونا با عقلن، اونا عقل دارن، در گردن اونا نماز و روزه و همه فرض است، باید نمازشون خوانن، روزهشون دارن، اونا حق زنگیری و شوهر کردن هم دارن، اونا میتونن زن گیرن، میتونن شوهر کنن. ولی خنثای مشکلش نه، خنثای مشکلش دیگر نه زن میگیرد نه شوهر میکند، زیرا وی معین نیست که وی زن است یا مرد. این خنثا میگن دادر عزیز.